اعتراضات در تهران و شهرهای بزرگ کماکان ادامه دارد. با ما همراه باشید که ونزوئلا دولتش سقوط کرده است. درود بر شما. 13 دی ماه هست و روز شنبه. اعتراضات تو شهرهای بزرگ ایران کماکان ادامه دارد. در تهران و دیگر شهرها، کازرون، کرمانشاه، ایلام، تبریز، ارومیه، شیراز، زاهدان، شهرهایی که تا الان تو ذهنم هست، اینا همه به بازاری هایی که جدیداً امروز بیانیه‌ای رو دادن برای فراخوان فرداشون یک شنبه که این توی خیابونا باشن، خیابونا رو ترک نکنن. همونجوری که خبر دارید امروز صبح خیلی ها دوباره سورپرایز شدن. در روز 3 ژانویه حساب میشه و دونالد ترامپ برای بار دوم کل دنیا رو سورپرایز کرد. بار اول اون خبری بود که در مورد تهدید جمهوری اسلامی بود که اگر به کشتار و اون حرکت‌های مسلحانه خودتون بخواین ادامه بدین، قطعاً ما باهاتون برخورد نظامی میکنیم، یعنی وارد عمل میشیم. و بعدش یه حرکت خیلی جذاب و قشنگی رو اومد انجام داد و اونم این بود که دولت مادورو سقوط کرد. بله، امروز دولت مادورو چجوری سقوط کرد؟ به دستور ترامپ گروه دلتا وارد ونزوئلا میشن. تو کمتر از نیم ساعت چند تا انفجار توی پایتخت اتفاق میفته و بعد از اون مادورو تصویرش منتشر میشه که به دست کاماندوهای دلتاست و به سمت نیویورک دارن میبرنش و قرار اونجا محاکمه بشه و باش صحبت بکنن که بگن تو چه کردی با دل من ای وای. بله، خب اینو باید در نظر داشته باشید که این یه تهدید بسیار 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 بزرگیه برای علی خامنه‌ای. حالا اگر اینو بخوایم تهدید بزرگ در نظر بگیریم برای علی خامنه‌ای که یکی از پایگاه‌های بسیار مهمش که اگر سقوط می‌کرد قرار بود به اونجا بره، کجا بود؟ ونزوئلا. ما به این نتیجه رسیدیم که دولت ترامپ و نتانیاهو تمام راه‌های فرار علی خامنه‌ای رو بسته. از طرف دیگه‌ای تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اضافه خود دولت جمهوری اسلامی این اقدام ترامپ رو یک عمل وحشیانه معرفی کردند. شما الان کف خیابون بچهای مردم رو میکشین، اسمش همه حرکت وحشیانه نیست؟ خب بریم ببینیم خبرهای امروز توی رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی و به خصوص توی کانال‌های مرتبط با سپاه چیه. سعی میکنم خیلی کوتاه امروز توی 2 نوبت بیام خبرها رو بهتون بگم، هر چیزی که اتفاق افتاده. ولی قبل از اون بهتره بیانیه‌ای رو که علی خامنه‌ای از تو میدونی که از تو سوراخ موشش اومد بیرون، اومد اعتراضاتی که مردم دارن میکنن رو گفت ما باهاشون صحبت میکنیم، ولی اونایی که اغتشاشگر هستن باید محاکمه بشن، باهاشون برخورد میکنیم. الان علی خامنه‌ای تو چرا هنوز در برابر فهمیدن داری مقاومت میکنی؟ ملت شریف ایران، علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی و تمام زیرشاخه‌هاشو نمیخواهند. یک صدا دارن فریاد میزنن جاوید شاه. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. کل رسانه‌های دنیا هم دارن اعلام میکنن که مردم ایران شاه رو دارن فریاد میزنن، پسر شاه رو میخوان بیاد برگرده به ایران. این باعث افتخاره که یک نسل داره کاری رو میکنه که سالیان سال یا شاید قرنها در تاریخ کتابهای مختلف دنیا بخوان بنویسن.
نسلی که به عنوان نسل سوخته بود داره تلاش میکنه برای نسل‌های آینده. چرا؟ چون مسیر آزادی، مسیر آبادی، مسیر زیبایی که قراره به وجود بیاد از جاده‌ای به نام جاده پهلوی میگذره. خب من جا داره که دقایق پیش اعلیحضرت رضا شاه دوم و به قول خیلی از دوستان شاهزاده رضا پهلوی یک متنی رو در اینستاگرام منتشر کردن که اونو براتون از روش میخونم. علی خامنه‌ای هراسان از امواج خیزش ملی از مخفیگاه خود بیرون آمد و ملت ایران را تهدید کرد. خامنه‌ای: ما ملت ایران تو را همچون ضحاک از صندلی لرزانت به زیر خواهیم کشید و ایرانمان را از شر تو و رژیمت آزاد خواهیم کرد. به نیروهای نظامی و انتظامی سرنوشت خود را به کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی گره نزنید. به ملت بپیوندید و از نظام فاسد به ملت بپیوندید و از نظام فاسد جدا شوید. سلاح شما برای دفاع از ملت است، نه سرکوب آن. آنان که به سوی مردم گلوله شلیک می کنند مطمئن باشند شناسایی می شوند. و همیهنان خیابانها را ترک نکنید، حضور خود را گسترده تر کنید. جهان ایستادگی و شجاعت شما را می بیند و از شما حمایت می کند. خب همون جوری که می دونید اعلیحضرت رضا شاه دوم همچنین یک فراخوان بسیار بزرگی رو دادن که تهران رو تسخیر کنید. این یعنی چی؟ یعنی که بیاین خیابونا رو حفظ کنید، مراکز مهم دولتی رو باید بگیرید، هر کاری که از دستتون برمیاد تهران باید سقوط کنه، تسخیرش کنید. بریم سراغ خبر. من امروز انقدر خبرهای عجیب غریب از این ور اون ور شنیدم، لابلاهاش اگه توپق مپقی زدم ببخشید دیگه، چون این برنامه رو دارم یه تک ضبطش میکنم و هیچ علاقه هم ندارم که هیچ جاشو بخوام کاتوکوت بزنم، همین جوری میاد بیرون. خیلی وقتها هم متن‌هایی رو که مربوط به اعلیحضرت هست میخونم استرس میگیرم، واقعا استرس میگیرم، یه واقعیتیه. خیلی خوب، بریم ببینیم که دوست پلانکتونمون خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته دادستان آمریکا دادستان آمریکا علیه مادورو و همسرش کیفرخواست صادر کرده. گفته که دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک تفهیم اتهام شده و با اتهام‌های سنگین قضایی روبروست. ترامپ عملیات آمریکا در ونزوئلا را درخشان خواند. ابهام در مورد مشورت با کنگره. آره اینجوری که خبرهاش اومد بیرون گفتن که اصلا کنگره خبر نداشته، همه رو سورپرایز کرده ایشون. چرا؟ به خاطر اینکه شب خوابیدن صبح بلند شدن دیدن جا تره و رفیق شفیق احمدی نژاد که ننش رفتی بوس کردی و این داستانا و این بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، هرچی بود اینجا رفتی الان دیگه نیست، واقعا نیست. میگن که چون ترامپ اومده از مردم حمایت کرده این سخنان ضد ایرانیه و ما باهاش برخورد میکنیم. شما هنوز توی اون فاز خودتون قرار گرفتید. از کودتای 2002 تا حملات 2026 مسیر طولانی برای تقابل آمریکا با ونزوئلا بوده. روابط پرتنش آمریکا و ونزوئلا که از کودتای ناکام 2022 آغاز شد، پس از 2 دهه اتهام زنی، تحریم‌های فزاینده و حضور نظامی در کارائیب، سرانجام در سال 2026 به مرحله حملات مستقیم رسید. خب اونی که باید بترسن باید بترسه. خب این الان یه حرفی زده دوست عزیزمون که این اصلا شدنی نیست. گفته ما در برابر تمام اقدامات نظامی آمریکا، وزیر دفاع ونزوئلا گفته ما دفاع میکنیم و ریاکشن نشون میدادش، بردن طرفو بردن،
تو الان در برابر چی میخوای مقاومت کنی رو نمیدونم. وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل عمل تجاوزکارانه است. خب شما دوست عزیز پلانکتون، شما اصلا به مردم خودمون تجاوز نمی کنید، با گلوهای جنگی و با چیزایی که ما داریم میبینیم اصلا مردم رو نمیکشی. این خودش تجاوز نیست؟ نه، با زن و دخترای مردم رو که بازداشت میکنین هیچ کدوم تا حالا سالم برنگشتن بیرون. روشون نمیشه که بگن شما باشون چی کار کردی. اونایی هم که اومدن صحبت کردن که شما منکرش شدید. ما داشتیم دیگه چند وقت پیش، یعنی تو این 1-2 روز، خب ما کشته هم داشتیم. متاسفانه عوامل جمهوری اسلامی اطلاعاتیشون اومدن اعلام کردن که باید بگید که مثلا طرف خودکشی کرده. این سناریوی خودکشی دیگه برای ما قدیمی شده، یعنی کسی اینا رو قبول نمیکنه. عراقچی گفته دیپلماسی با چشمان بسته امکان پذیر نخواهد بود. بعد جمهوری اسلامی اومده یه نامه فوری زده به سازمان ملل در پی اظهارات دونالد ترامپ که این حرکت یه حرکت مداخله جویانه است. بله، شما اصلا دخالت تو هیچ سوراخی نمی کنید، اصلا دخالت نمی کنید. خب، وزیر دفاع: توان موشک ایران نه با جنگ نابود میشه نه با مذاکره. زارد، شما خیلی وقت نابودید، خبر ندارید. معمای بازداشت مادورو: عملیات نظامی یا خروج توافق شده؟ خب ببینید، این عملا نمیشه اسمشو گذاشت توافق. من فکر نمی کنم توافقی کرده باشه. این اگه توافق بود محترمانه از این ونزوئلا خارجش میکردن، نه با دست بسته و چشم بسته و اینا. یعنی حتی کشورهای مثل قطر و بلاروس هم که بهش گفته بودن که دوست عزیز قشنگ مهربون بلند شو بیا پیش ما، و این آدم قبول نکرد، میتونست بره مثل بشار اسد، میتونست بره روسیه، ولی مون فکر کرد قرار نیست اتفاقی بیفته. بله مون، ولی اسمش نمیشه چون هم براش جایزه گذاشتن، هر چیزی که بود گذاشتن دیگه، و خیلی شیک مجلسی اومدن و دوستمون رو، دوست قشنگمونو که رقص ترامپی هم یاد گرفته بود و میخواست نشون بده، شروع کرد باهاش به این حرکت انجام دادن. بارها هم که برای ترامپ پیغام فرستاده بود دست از سر من وردار، من دوستت دارم، چی کار من داری، این داستانا. خب، حمله به ونزوئلا گام درخشان دیگری به سوی جایزه نوبل. یه طعنه‌ای زده یکی از سران روسیه. روبیو گفته پس از بازداشت مادورو اقدام دیگری علیه ونزوئلا در پیش نیست. یعنی اون گفته دوستمون مربوط به وزیر ارزم به خدمتتون که دفاع ونزوئلا، یه عملاً یعنی داستان دیگه است. دادستان کل ونزوئلا: دولت آمریکا مسئول امنیت مادورو و همسرش هست. اخی. مکزیک: حمله به ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل است. واکنش ها به حمله نظامی آمریکا: روس‌ها چه موضع اتخاذ کردن؟ خفه خون مرگ گرفتن. اعتراف رئیس سابق سیا: ماموران موساد در بین معترضان ایرانی حضور دارند. خب اینو که خیلی از دوستانی هم که اینجا هستن در جریانن که سربازان موساد در بین مردم هستن و دارن کمک میکنن. رهبر انقلاب علی خامنه‌ای: با معترض حرف میزنیم، اغتشاشگر رو باید سر جایش نشاند. ببین، این اغتشاشگر و معترض رو که تو داری از همدیگه جداشون میکنی، یه جوری از تو سوراخ بکشنت بیرون که ندونی اغتشاش رو چجوری مینویسن. وزیر کشور ونزوئلا خواستار حفظ آرامش برای عبور از شرایط موجود شد. الان از چی؟ الان شرایط چیه؟ مردم خوشحالن دیگه، یه دیکتاتور دیگه هم رفت.
بعد اینا دیگه هیچی. خب ببین مثلا یکی از مربیای در اصل در پیت به اسم شمسایی که خودش سرمربی تیم یعنی در اصل هست سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامیه و این آدم گفته من همراستا و هم نظر مقام معظم رهبری هستم. خیلی خوب بریم ببینیم که آره یه سری صحبت ها شده بود میگفتن یه سری از نیروهای هشت شعبی رو آوردن داخل ایران بابت سرکوب و فلان اینا. نه داستان به اینجا ختم نمیشه، این داستان سر دراز داره. مردم هم تا به هدفشون نرسن سکوت نخواهند کرد. 7 انفجار بوده قبل از اینکه مادورو رو بخوام ببرن تو کاراکاس و به عنوان یه حمله گسترده بهش معرفی میکنن. اتهامات آمریکا علیه مادورو و همسرش دارن بررسی میکنن که بلافاصله اونو رسانه‌ای کنن. امروزی که من روز 13 و دارم باهاتون صحبت میکنم تا این لحظه دلار 138,000 تومنه، یورو 162,000 تومنه، سکه آزادی هم که اصلا نگم برات، خیلی اوضاع خیته. و خب خبرگزاری جوان هم در مورد مسائل سیاسی گفته که این چرا اینجوری شد؟ گفته پزشکیان هدف دولت کاهش فشار معیشتیه. خب اینو که گفته بودی قبلا هم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته این کاری که نظامیان آمریکایی کردن تجاوز محرزه. ببین بیان براتون بهتون یه تجاوز مشتی بکنن بخندیم. و بعدش ببینیم چی میشه. افزایش قیمت نفت. این چند روزه اصلا نمیخوام در مورد مسائل نفت و اینا بپردازیم. بهتر زودتر بریم سر اصل داستانی که رسانه‌های آمریکایی پهپادهای آمریکایی لوکاس کپی برداری شده از پهپادهای ایرانی شاهد هستند. یک رسانه آمریکایی پهپاد لوکاس آمریکا را کپی پهپاد شاهد ایران توصیف کرد و نوشت که آمریکا در حال کپی برداری از این سامانه ایرانی است. میشه؟ ترور و کشتار الگوی اسرائیل در نقض آتش بس غزه. بابا ول کن، دهن ما رو سرویس کردی. ملت دارند کف خیابون میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بعد تو الان این تجاوز دیگه عزیز من. تو سر تو هر سوراخی هست، تو سوریه هست، تو عراق هست، تو لبنان هست، تو غزه هست، تو فلسطین، تو هر جایی که فکر بکنی سر، تو یمن، تو سومالی. به تمرک سر جاد بذار بچه ها بیان جمعت کنن با بغچت کنن بزنن دم در تموم بشی بری لام از سب. بله خب گفته آمریکا با کدوم کشور مثل ونزوئلا همشهری ور زده. گفته آمریکا با کدوم کشور مثل ونزوئلا رفتار کرده. بیش از این ونزوئلا ایالات متحده بارها وارد مداخله مستقیم و نیابتی در کشورهای دیگر شدند که از دخالت در سومالی در اوایل دهه 90 تا عملیات در افغانستان و عراق پس از 2001 پاناما شبیه ترین سناریو به ونزوئلا رو داشت. دوست داشت دید کشور در خطره. دونالد ترامپ گفت مادورو باید حذف بشه چون نقش داشته توی خیلی از کارها، مخصوصا قاچاق مواد مخدر. حالا باید صبر بکنیم ببینیم که دونالد ترامپ قرار بیاد یه سخنرانی هم بکنه احتمالاً تا 1-2 ساعت آینده. بعد ببینیم اونجا چه اتفاقاتی میفته. و آره دیگه الان ABC نیوز آمریکا اعلام کرده که مادورو در نیویورک
درخواست مسکو از آمریکا بعد از حمله به ونزوئلا فوراً اعلام کنید مادورو و همسرش کجا هستن. شما گفتی دقیقاً بشار اسد و همسرش کجاست؟ عزیز قشنگم، بی اطلاعی معاون رئیس جمهور ونزوئلا از وضعیت مادورو، ترامپ فوراً شواهد چی؟ تو چه فازی هستی؟ بابا طرف هنوز زنده است، هنوز چطور شواهد زنده به ما نشون بده؟ چی شواهد زنده ای نشون بده؟ طرف زنده است تو نیویورک که میخوام ببرنش برای دادگاه. دوست عزیز، هشدار وزیر دفاع ونزوئلا به آمریکا: نه مذاکره میکنیم و نه عقب نشینی. چقدر این جمله براتون آشناست؟ یادمه یه بابایی که دستش مشکل داشت برمیگشت میگفت نه مذاکره نه جنگ، بعد هر دوتاش اومد رو سراغش. حالا دیگه خود دانی چه اتفاق میفته. خب این که هیچی، این که هیچ وقت حرف نمیزنه. کیهان یه چند وقتی خفه خون شده ولی امروز اومده گفته پروژه آشوب نگرفت، دست رد مردم به سینه پادوهای اسرائیل. کیهان چی میزنی؟ خورد و خوراک تو برام بگو چیه؟ یعنی نمیشنوی کف خیابون ملت دارن فریاد میزنن؟ نه اصلا برای خودت داری داستان درست میکنی. خب الان همه خبرها فعلا رفته روی دوست پلنگتونمون مادورو. یه خبری هست که یک رسانه یه رسانه مرتبط با رئیسی کاملا اصولگراست و کاملا سپاهی باید بگیم هست، به اسم رجانیوز. رجانیوز خیلی چیز خفن‌طور مثلا میخواد برخورد بکنه. به رسمیت شناسی سومالیلند که خب یه داستانی یه قسمتی رو داره که دولت اسرائیل اونو به رسمیت شمرده. سومالی هم یه منطقه برای جمهوری اسلامی که بخواد اونجا به اهدافش برسه. اسرائیل دست اونا رو هم از اونجا گفته که به رسمیت شناسی سومالیلند نقاب دفاع از دموکراسی بر اهداف استراتژیکی رژیم، اون کلمه رو نمیگم تا جون درات، بهش میگن رژیم اسرائیل یا دولت اسرائیل. ببینیم تو این بخش گفته در مقابل جنگ نرم در برابر جنگ نرم دشمن بی تفاوت نباشیم، با همراهی مردم دشمن را به زانو درآوریم. ما با معترض حرف میزنیم اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. این عملاً علی خامنه ای تصمیم گرفته این دوست عزیزمون تصمیم گرفته که یه داستان‌های 401 اتفاق بیفته دیگه، اعدام‌ها و این جریاناتی که بود، به قتل برسونه در از آدم‌ها رو. این کلمه رو هم نباید میگفتم، ما رو وادار میکنیم به چه حرفایی. فعلا روی این قضیه دارن مانور میدن روی رهبر انقلاب. و این که محسن رضایی گفته هر اقدام خصمانه‌ای پایگاه‌های آمریکا رو ببینید. هر زمان محسن رضایی حرف زد بدونین ما 10 گام جلوتریم. محسن رضایی هر وقت حرف زد بدونید که ما 10 گام جلوتریم. بله بولتون نیوز چی گفته؟ چقدر مثلا اینا خفن. گفته مردم آمریکا را از دست ترامپ نجات دهید. این آدم مثلا رو فرم نیست، چیز نیست دیگه، اونجوری نیست که شما دوست دارید. خب فرماندهانی که رفتن، فرماندهانی که آمدن، تغییرات مهم نظامی پس از جنگ 12 روزه، همه اینها در راستای انقلاب اسلامی هستند. ما نیز راه شهدا را ادامه خواهیم داد. در ادامه زارت یه تصویری از فرمانده نیروی قدس بر مزار قاسم اومده، یعنی سردار قانی دوباره پیدا شده. دوستان عزیز،
به نظرتون تو این مدت چه اتفاقاتی افتاده که الان این شخصیت جذاب دوباره پیدا شده؟ من نمیدونم. یه عده میگن سردار قانی با بچهای موسی کار میکنه، یه عده میگن نه براش حرف در آوردن دیگه. حالا اینو شما بذارید به حساب این که چه خبره و چه جوری هست و چه جوری نیست. خیلی دست میزنم به این، نه میفهممتون، ببخشید. بعض موقع احساس میکنم صدا به تصویر نمیخونه، یا صدا میاد تصویر نمیاد، یا تصویر میاد صدا نمیاد. به هر حال خواستم در کنارتون باشیم و انقدر من خوشحالم از این وضعیتی که مردم اومدن تو خیابون، چون بوی آزادی رو دارن همه آدم ها، همه مردم ایران و همه ایرانی های خارج از کشور، همه دارن این بوی آزادی رو حس میکنن. چون این سری واقعا اون سری ها نیست. مردم پشت سر هم دارن به روند اعتراضات خودشون و اعتصابات خودشون ادامه میدن. ای کاش میشد بقیه دوستان عزیزمون هم در صنف‌های مختلف به این اعتصابات بپیوندن. فرهنگیان، بچه‌های پتروشیمی، ذوب‌آهن، کامیوندارها، بکنید ببینید کنار کسبه بیستید دیگه. امروز یه سری ویدیو برای من تو اینستاگرام فرستاده بودن که کسبه گفتن آقا نگران چک هایتان نباشید، تا تکلیف مردم روشن نشه چکی به بانک نمیره. تو این وضعیت هم فکر نمی کنم بانکی بخواد کار بکنه. خب تا اینجای داستان که ما اومدیم، خیلی دوست دارم ببینم که چه خبر. خب AP گفته که از رهبر انقلاب گفته صدای میو شنیدید بدونید بچه ها از خواب بیدار شدن. در مورد این گفته، ولی در مورد اعتراضات مردم کف خیابونا نگفته. بعد اینم هیچی. دویچه وله رو بعد ببینیم که خیلی دوست دارم ببینم که چه اتفاقاتی افتاده و ببینیم به کجا میرسیم. دویچه وله. خب دویچه وله اصلا هیچ علاقه ای نداره. یه ویدئویی هست حالا توی رسانه خود پادکست فروغ، من استوریش میکنم تو اینستاگرام. یکی از دوستان عزیزمون به زبان آلمانی نقد کرده رسانه های آلمانی رو و گفته که شما چرا خفه خون مرگ گرفتید، چرا نمیبینید که مردم کف خیابون در چه وضعیتی هستن. خب یه سری هم بریم بزنیم ببینیم که تا این لحظه من سعی میکنم، همیشه دوست دارم تا 20 دقیقه حرف بزنم، ولی خب خبرها یه جوریه که باید بیشتر بگیم. از این ور میگم گردنم خورد شد ولی میگم. پوسترهای رئیس جمهور ونزوئلا رو کشیدن پایین، مردم در شادی مطلق هستن. اکانت های سپاه گفتن که غبار بعدی ترامپ مکزیک است. ترامپ مکزیک را تهدید کرد به زودی در مورد مکزیک تصمیم گیری خواهم کرد. من واقعیتش در مورد مکزیک هنوز هیچ چیزی رو نخوندم و نمیدونم که بخوام در موردش اظهار نظری بکنم. ترامپ ما رو به خاطر خروج از افغانستان مسخره میکردن، اما حالا چه میخواهند که در مورد آمریکا میگویند ما قوی ترین ارتش رو داریم. ببین یه جایی سپاه اومده بود اعلام کرده بود که ما یه سری از هواپیماشون رو زده بودیم و اینکه عرضم به خدمتتون که اینو برگشته بود گفته بود. از طرفی هم ما هیچ لاشه پروازی ندیدیم. از لاشه پرواز منظورم لاشه های هواپیماست، نه F-35 دیدیم، هیچ، تعطیل. و اینکه رویترز گفته معاون رئیس جمهور ونزوئلا در روسیه است. آره زودتر رفتی داداش، بودی حالا. خب اومدن خبرگزاری جمهوری اسلامی تا این لحظه‌ای که بنده باهاتون دارم صحبت میکنم
به وقت ایران که 18:30 هست گفتن که ترامپ به ونزوئلا قانع نیست و میخواد بره سراغ مکزیک. دیگه همینیه که هست، به فکر کشورشه که آسیب نبینه. آها، توی رسانه هاشون دارن الان میگن که دارن یعنی یه مقدمه چینی میکنن که اگه بخوان حمله پیشگیرانه ای داشته باشن به اسرائیل بگن شما قبلش یه کاری کردید. حالا اون چیه؟ اونم اینه که اومدن گفتن که ما یه سری نارنجک و این چیزا توی ایلام مثلا کشف کردیم که دست معترضا بوده. داداش اونی که داره پرت میکنه سنگه، اونی هم که داره میخوره گوله‌ست. خب اون فتنه 57 تخیلی نیست که هر سناریویی رو به خورد ملت کردی. الان همه گوشی دارن، دوربین دارن، تشکیلات دارن. یارو یه پلک میزنه ویدیو میرسه اون سر دنیا. من نمیدونم، بعد میگن چرا میای با این الفاظ باشون صحبت میکنی که خورد و خوراکشون چیه. و اینکه خب میگم پزشکیان کلا نخودیه، فرستادنش یه جایی شهرک سبزی رو بره افتتاح بکنه. رو بودن مادورو نمونه از عملیات حفظ صلح آمریکایی و گامی دیگر به سوی جایزه نوبل است. معاون رئیس شورای امنیت روسیه اینو با تیکه انداخته. البته براتون یه جا گفته بودم، الان اینور به عنوان خبر فوری تازه اینا آوردنش. بله اینجا دیگه ما چیزی نداریم. خب فعلا که رسانه ها هیچی نگفتم. فقط در انتها من یه موضوعی رو بهتون بگم که واقعیت داستان علی خامنه ای هیچ راه فراری نداره. چرا نداره؟ علتش اینه که تمام راه‌های درروش رو ایالات متحده داره میبنده. عملیاتیش هم که اسرائیل داره انجام میده، سرنوشت ایران هم که به دست مردم ایران رقم میخوره. یعنی بدترین نوع بلایی که تو بخوای فکر بکنی قرار سر علی خامنه ای بیاد. و یه چیز دیگه هم که امروز من متوجه شدم توی بذارید ببینم که اگه اشتباه نکنم یه چیزی رو من یه جا دیدم اسم تعاونی نمیدونم چی یه چیزی اومده بودن عکس پزشکیان و روبروی عکس ترامپ گذاشته بودن، پشت پزشکیانم عکس کوروش رو گذاشته بودن. توی یکی از خیابونای تهران یه دونه از این مجمعاییه که اسمش هم نمیدونم چیه. و متاسفانه این خبر رو که من دیدم خندم گرفت از این که نوشته بود اجازه نمیدیم با ایران و ایرانی در بیفتی. خب تو الان اومدی از نماد کوروش استفاده کردی، چیزی که 46-7 سال شما هخامنشی و پادشاهان ایران رو بردین زیر سوال. و من متاسفم براتون که هنوز نتونستین بفهمید مردم ایران شما رو نمیخوان درک کنید، نمیخواهند. تا دیر نشده، تا بدتر از این قرار نیست بلا سرتون بیاد به زودی. قشنگ ببندید، جمع کنید، برید و سلام به قول خودتون. سپاس از این که تا این لحظه در کنار همدیگه بودیم. من سعی میکنم اگر خبرهای جدیدتری به دستمون رسید اون را براتون بیام بگم، ببینیم ایالات متحده آمریکا اسرائیل مواضعشون چیه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، با توجه به اینکه یک فراخوان بزرگی هم بود درخواست کمک مردم بود و اینکه ترامپ با اعلیحضرت رضاشاه دوم مذاکره داشته باشن در مورد آینده ایران. در مورد اینکه ترامپ هم یک بیانیه‌ای داده بود که ما در کنار مردم ایران هستیم، اعلیحضرت ازشون در یک توییتی تشکر کردم و مواضع خودشون رو گفتم برای ایران آزاد در منطقه
ما قطعا پیروز خواهیم بود. چرا؟ چون این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. به امید آزادی هرچه زودتر، پاینده ایران شاهنشاهی تا ابد یک روز. جاوید شاه.